ماینکرافت، اما قراره با قوی ترین اینچنت مقابل 100 تا زامبی دووم بیاریم و ببینیم آیا میشه یا نه. متاسفانه ویدیو رکورد نشده بود و ما قراره این 100 تا زامبی رو با هم دیگه بکشیم و آیا ببینیم با قوی ترین اینچنتی که اسمشو اینجا براتون مینویسم آیا میشه یا نه. خب تک تکشون رو تا جایی که میتونیم داریم میزنیم، اما هیچ نتیجه ای نداره فعلا، فقط 2-3 تاشون فکر کنم مردن. ولی در این حال یه چیزی من فهمیدم، این که اگه به زرهمون ضربه بزنن بهشون دمج وارد میشه. خیلی جالبه و مردیم. به نظر من که آدم نباید تسلیم بشه. برای دور دوم میریم که واقعا نتیجه خوبی گرفتیم دیگه. انگشت شما شد. این بیبی زامبی لباس منو تنش کرده. باید بریم تا ببینیم چی میشه. چقدر XP کنم دیگه تموم شدن. اینا رو برداریم. این دوتا دن سرویس هنوز موندن، بزنیمشون و بله دیگه میتونیم با اینجور این چندها نتیجه قابل قبولی بگیریم. تا جایی که الان من فهمیدم نتیجه که میگیریم بله میشه کش، اما نه به راحتی. باید یه پلیر خیلی حرفه‌ای باشی و کلی بلاک دم و دستت باشه و جات هم تنگ نباشه و بله میشه. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدی. ممنون میشم کانال منو دنبال کنی و این ویدیو رو